سلام و سپاس که با ما هستید. یگان بار شما را شخصان ناشناس در نزد خانه‌تان زدند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید بارهاست که او را در نزد خانه‌اش میزنند و معلوم نیست کی. یک اودر انا همجا سر بزد و گردم با من شاخ شدم. همین دویم اودر یک چیز آهنی که دیگر کته همین زد که اینجا ابرو بالاتر هم زد، همین اینجا هم زد. وزارت امور داخلی این دفعه گفت کسی رحمت الله زایروف را نزده است، بلکه سگش بدرفتاری کرده او را افسانیده است. وزارت شهادت یک جوان را هم نشر کرد که تا کجا واقعی بودن آن واضح نیست. گویا که کسی رحمت الله زایروف را لطکوب کرده است. من گفتم که یگان گپ شدگی نیست و سرش کشید غلطی در دوینجو بار من خودم امروز در اونجا گذشته بودم. رحمت الله زایروف گفت بیانیه وزارت دروغ است. صحبت آزادی آنلاین نیز امروز در همین باره است. رحمت الله زایروف که حکومت را بسیار تنقید میکند قبلا گفته بود او را روز 22 سپتامبر همین سال در نزد خانه‌اش زده بیهوش کردند. حمله به سیاستمدار از موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی و هم وبسایت رادیو آزادی شد و بسیاری‌ها مقامات را تنقید کردند که گناهکاران را نمی‌یابند و یا این کاری دستی خودشان است. یکی از کاربران در وبسایت ما نوشته است ممکن است لطوکوب کاری دستی مقامات امنیتی و برای ترسانیدن رحمت الله زایروف باشد. شرح این کاربر را می‌خوانیم که خود را معرفی کرده است. این واقعه در تاریخ آسیای میانه بسیار رخ دادند. در گذشته ها هم منصبداران و منصب پرستان رقیبان خود را لطوکوب، زندانی یا قتل می‌کردند تا با بهانه او را از صحنه دور کنند. نظرهای شبیه به گفته این کاربر در وبسایت ما زیاد است. کاربر خود را پوتین معرفی کرده و در وبسایت ما نوشته است چون این شیوه ترسانیدن سیاستمداران را در روسیه هم به کار میبرند. او میگوید در روسیه هم ولادیمیر پوتین از همین شیوه استفاده میبرد. سیاست در تاجیکستان مانند سیاستی کگب پوتینک است. پوتین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را تعلیم می‌دهد. دولت دیکتاتوری است. آهسته آهسته و کره شمولی مانند شده است. شما درباره کدام انتخابات گپ میزنید؟ یک عده از کاربران رحمت الله زایروف را تنقید کردند که با وجود لطوکوب شدنش در گذشته احتیاطکار نشده است و به امنیت خود اعتبار نمی‌دهد. یکی از این کاربران که خود را خالصی بی‌طرف معرفی کرده است همزمان با تنقید رحمت الله زایروف از مقامات خواسته است که لطوکوب سیاستمداران را جدی بگیرند. او می‌نویسد البته این کار را باید حکومت از دنبالش شود. عیب است برای حکومت اگر حکومت گوید در این کار دست ندارد پس حکومت وضع کریمینالی را زیر نظارت ندارد. اگر حکومت جنایتکاران را نیابد پس این کاری دستی خودی حکومت است. اما با زایروف گفتنی هم که خودش هم بی‌مسئولیت بوده است. میدانید که وضع حال و حساس، پیشتر تهدیدها دیدید، لطوکوب هم شدید، پیروانتان را دائما تعقیب و فشار می‌آورند. باز به شما چه اساس باید شود که همراهتان دائما یک نفر بگیرید؟ یک کاربر دیگر نیز مسئله تامین امنیت رحمت الله زایروف را که چند پیش آشکارا انتخابات آینده ریاست جمهوری را غیر قانونی نامید مطرح کرده و گفته است که این دفعه نیز مقامات به لطوکوب سیاستمدار اهمیت نمیدهند. این کاربر که خود را چوکچه نامیده است چنین می‌نویسد واقعا از سازمان‌های بین المللی دعوت می‌شود محافظت رحمت الله زایروف را تامین کنند چون که در واقع در این کشور بی سر و سامان به حیاتش تهدید کردند و کمی مانده است که او را بکشند. مقامات حفظ حقوق به همه این چشم می‌پوشند چون که آنها هم تابع سیستم متمرکز و کمیته امنیتی ملی هستند. عین زمان یکی از کاربران بر رحمت الله زایروف برای تنقیدهای سخت و پیوسته‌اش از سیاست‌های حکومت ایراد گرفته است ولی عین زمان گفته است مقامات نباید به چنین حادثه‌ها راه بدهند. شرح این کاربر را می‌خوانیم که در وبسایت رادیو آزادی گذاشته است ولی نامش را نگفته است. حادثه بسیار ننگین است. نباید به رهبر یک حزبی رسمی بلکه یک شهروند عادی هم چنین رفتار کرد. محترم رحمت الله زایروف فقط با این کار و تنقید نمیتوان به جای رسید. شما عنقریب در همه موضوع فقط از اصول این کار استفاده میبرید. انتخابات غیر قانونی، پیشنهاد نامزدها غیر قانونی، سند انتخابات غیر قانونی و دیگرها غیر قانونی. چه می شود دانش خود را برای رشد قانونمندی در افکار جامعه روانه کنید. زمینه همکاری را با تمام نهادهای شهروندی و حکومتی به نفع مردم پیدا کنید. شما هم نظر و اندیشه‌های خود را بگویید یا در ویدیو ثبت کنید و بفرستید. صدا نیز می شود. تلفنی که می بینید برای قبول ویدیو و نظر و خبرهای شماست. وبسایت ما برای خواندن خبر و دیدن ویدیوهای نو است. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.